درسته مرگ پایان ماجرا نیست، درسته زندگی جریان داره، چون انرژی از بین نمیره، فقط از حالتی به حالت دیگه تبدیل میشه. خب اینو همه میدونن، چیزی که باید بهش توجه بشه رو میگم حالا در ادامه. منو از ریشه بریدن، تازه قبلش همه میوه ها مچیدن، همه برگا که ریختن، همه شاخه ها مکندن، همه این حالمو دیدن. من سقوط کردم و همه سکوت کردن، من چه سوخت قلبم و همه چه سود کردن. من شدم تاریکیه، همه شدن نور این وسط، همه شدن تبر، همه زخم دارن این جسد، همه یه جور حروم زاده من بیتا آره الله بزن نمشه بزن آسمون شدم که منو زمین زدن. من میخواستم که اصلا نه به اهل این زمین نگم، شاید واسه بدم. من شدم خونه ام، من شدم خون تو رگه همه رسوب کردن. من شدم بد دادنه همه که خوب کردن، پس چه زود رفتن همین خون قلبم، همین دور دردم. من شدم خونه ام، من شدم خون تو رگت همه رسوب کردن. من شدم بد دادنه همه که خوب کردن، پس چه زود رفتن همین خون قلبم، همین کوه دردم. چیزی که باید بهش توجه بشه اینه که انرژی وقتی به حالت دیگه تبدیل میشه دیگه اون حالت قبلی نیست. یعنی وقتی یکی میمیره دیگه اون آدم قبلی نیست. در هر صورت باید بتونی با قبلی خداحافظی کنی، وگرنه جدیده نیست. عجب این بده. حالا مثال بزنم، مثلا من درخت باشم دیگه دونه نیستم، باید با دونه بودن خداحافظی کنم. خونه باشم دیگه درخت نیستم، باید دیر یا زود با ریشه و برگ خداحافظی کنم. پس از وقتی دونه شدن شروع میشه، درخت بودن تموم میشه.